Hi everybody, welcome back with me, Mr. Barakatullah Karimi, the senior English instructor. Today we talk about active tense and passive tense, my dears. سلام دوستان، بازم با من برکت الله کریمی خوش آمدید. در ویدیو امروزی در راجع به زمانهای معلوم و مجهول صحبت می‌کنیم. دوستان عزیز، در کل تنس یا زمان که میگیم به دو بخش تقسیم میشه که یکی اکتیو تنس و یکی هم پسیو تنس هست، یعنی زمان معلوم و زمانی مجهول. خب دوستان عزیز، ما شما زمانی معلوم میتونیم اکتیو تنس بگوییم یا اکتیو وایس بگوییم، حتی میتونیم بگوییم اکتیو ورب. تمامی از اینها به معنای زمانی معلوم هست و به این شکل زمان مجهول پسیو تنس هم میتونیم بگیم پسیو وایس. اصل وایس صدا را میگه، اما میتونیم که شما پسیو وایس منظورش پسیو تنس باشه، یعنی باشه زمانی مجهول یا پسیو ورب همچنان میتونین بگوین. موضوع بعدی دوستان عزیز، میریم روی تعریف از اینکه اکتیو تنس چی هست و پسیو تنس چی هست و بعد از اون میریم راجع به مثال ها. شماره اول اکتیو تنس، زمان معلوم. در تعریف میگیم که active tense is a tense that the subject of the sentences at the beginning of the sentence. زمان معلوم زمانی است که subject of the sentence، فاعل جمله is at the beginning of the sentence، در اول جمله باشد، یعنی انجام دهنده کار در اول باشد. به طور مثال علی reads a book، علی یک کتاب میخواند. اینجا در این جمله ما علی فاعل است، پس فاعل در اول جمله موقعیت داره، پس زمانی معلوم هست. یا میگیم they آنها play game، آنها گیم بازی میکنن، پس این زمانی معلوم است به خاطری که انجام دهنده عمل در اول جمله موقعیت دارد. برعکس passive tense یا passive voice، زمانی مجهول زمانی است که receiver of an action، گیرنده عمل at the beginning of the sentence، در اول جمله باشد. به طور مثال اینجا گفتیم علی reads a book، علی یک کتاب میخوانه، حالا میخوایم میره با مجهول تبدیل بکنیم، پس جمله برعکس میشه، مفعول میاد در اول جمله. a book is read، شکل سوم فعل. شکل سومی کلمه read که خواندن هست به این شکل نوشته میشه اما تلفظش کوتاه‌تر میشه read. a book is read by علی، یک کتاب خوانده میشه توسط علی. یا گفتیم که آنها گیم بازی میکنن، چی میگیم؟ game is played، گیم بازی میشه by them، توسط آنها. این بود زمانی معلوم و مجهول. حالا میریم rules of changing، قوانین تبدیل. یعنی اگر کسی برای شما جمله را میده میگه این را به زمان مجهول تبدیل بکنین، پس چه قانون هایی داره؟ میریم یا را میخوانیم، مطابق قانون با شما که جمله داده میشه باید تبدیل بکنین. قانون اول number one bringing the object instead of subject. قانون اول شما باید مفعول را چی بکنین؟ bring the object، یعنی مفعول را بیارین at the beginning of the sentence، در اول جمله. به طور مثال they play game، آنها گیم بازی میکنن. کسی به ما میگه که این جمله را به چی تبدیل کو؟ به مجهول تبدیل بکو. اولین کار چی میکنیم؟ خب اینجا من تبدیل میکنم. به طور مثال اولین کار گفتیم قانون اول bring the object، مفعول پیدا کنین و بیارین سر جمله. پس اینجا گیم یا بازی چی هست؟ مفعول است. ما مفعول را میاریم و در اول جمله چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. قانون دوم دوستان عزیز، در قانون دوم میگیم که using to be verb، استفاده to be verb افعال بودن که عبارت از is am are است در زمان حال، این را استفاده بکنین according the subject، مطابق فاعل دان. using the to be verb، خب استفاده to be verb. حالا شما بگین که game چون مفرد است پس to be verbش میشه is، پس میگیم game is. قانون سوم شکل سومی فعل هست دوستان عزیز، third form of verb، شکل سوم فعل. بعد از اینکه مفعول پیدا کردین، بعد از to be verb استفاده کردین، گفتین game is، بعد از اون شکل سوم یا مفعله، مثلا they play game فعلش هست play، شکل سومش باید استفاده بکنین they. خب game is played
و قانون چهارم دوستان عزیز using by، استفاده کلمه by هست که معنای توسط میده اینجا، یعنی گیم بازی شده توسط کی؟ بعد از او تبدیل ضمایر فاعلی به مفعولی هست. مثلا اینجا دی گفتیم که ضمیر فاعلی هست، پس اینجا چی میگین؟ change میگین، changing the pronouns، تبدیلی ضمایر subject یعنی subjective فاعلی تو objective و مفعولی. این قانون پنجم هست دوستان عزیز. پس اینجا ما تبدیل میگیم دی که آنهاست میشه them. به این شکل game is played by them، game بازی می شود توسط آنها. و قانون ششم دوستان عزیز، فعلی که استفاده میکنین باید چی باشه؟ transitive باشه، transitive verb، فعلی transitive باشه. گپ اخیر نیاز به توضیح داره که ما گفتیم فعلی که شما در جمله استفاده میکنین، در اون جمله‌ای که میخواین به مجهول تبدیل بکنین، فعل باید transitive باشه. اما بین بررسی کنیم که فعل transitive چی معنا؟ فعل دو نوع است دوستان عزیز. تمام افعال خوردن، درس خواندن، رفتن، کار کردن یا هر فعلی که باشه دو نوع هست، یا transitive هست یا intransitive. فعل transitive یعنی فعل متعدی و فعل intransitive فعل لازمی که در این بخش ما ایرا تشریح کردیم. verb به دو بخش است، transitive متعدی، intransitive فعل لازمی. میریم میبینیم فعل transitive چی است. فعل transitive فعلی است که معنایش بدون مفعول تکمیل نمیشه. او فعلایی که معنایش بدون مفعول تکمیل نمیشه ناقص هست، با توضیح نیاز داره، او را فعلهای متعدی میگن. به طور مثال ایت خوردن، پلی بازی کردن. اگر یک نفر برای شما بگه که I eat یعنی من میخورم، اینجا طرف مقابل که گپ میشنوه معنای کامل نمیگیره، جمله معنایش تام نیست، کامل نیست. چرا؟ چون او میگه که خب شما چی میخورید، مثلا چی نوع غذا میخورید. به این خاطر نیاز به توضیح داره. پس وقتی که ما شما میگیم که مثال کار میگیم، به طور مثال میگیم که علی eats، علی فاعل است، eat فعل هست. پس ایت خوردن از جمله فعل های هست که متعدی هست، یعنی تا مفعولش ذکر نکنیم معنیش تکمیل نمیشه، پس به مفعول نیاز داره. پس ما میگیم علی ایتس فود، علی غذا میخورد، حالا معنیش تکمیل شد، پس تا مفعول تکمیل نمیشه. یا پلی بازی کردن، اگر شما میگین که شی او خانم پلی بازی میکند، شی پلیز او بازی میکند، ای فاعل ای فعل تا مفعول نبیه معنا تکمیل نمیشه. او خانم بازی میکند، چی بازی میکند؟ چون فعل متعدی است با مفعول نیاز داره، پس باید برین مفعولش ذکر بکنین. شی پلیز مثلا میگین گیم، او خانم گیم بازی میکند، حالا معنا درست شد. اما بالعکس این طرف ما شما داریم intransitive فعل لازمی، به فعل گفته میشه که معنایش بدون فاعل تکمیل است، هیچ نیاز به ببخشید معنایش بدون مفعول معنایش تکمیل هست، یعنی با فاعل معنایش تمام میشه، نیازی به مفعول نداره. به طور مثال cry گریان کردن، مثلا شما میگین که the baby طفل cries گریان میکند. حالا وقتی میگین the baby cries طفل گریان میکند، اینجا baby فاعل، cry گریان کردن فعلش، هیچ نیازی به مفعول نداره و معنایش تمام هست. یا مثلا boil جوش کردن، مثلا میگین آب جوش کرد یا آب جوش میکند، the water boils آب جوش میکند. اینجا water که آب هست فاعل، جوش کردن فعلش، پس نیازی به مفعول نداره دوستان عزیز. پس او فعلایی که نیازی به مفعول نداره اونمو فعل ها را فعل intransitive فعل لازمی میگن که او جمله ای که شما میخواین به زمان مجهول تبدیل بکنین او باید فعلش چی باشه؟ intransitive یا فعلی ببخشید فعلش باید transitive باشه، یعنی فعل متعدی باشه، فعل لازمی نباشه. و موضوع اخیر که بحث میکنیم و بعد از او درس تمام هست، موضوعی است دوستان عزیز که اگر کسی شما رو سوال بکنه که why
do we use passive tense؟ چرا ما زمان مجهول استفاده میکنیم؟ فایدهش چی است؟ این را میخوانیم. Why do we use passive؟ سوال، چرا ما پاسیو استفاده میکنیم؟ فوایدی زیاد داره دوستای عزیز، دلایلی داره. من چند دلایلش براتون نام میگیرم. نمبر 1، شماره اول، when subject is unknown، وقتی که فاعل یک جمله unknown باشه، یعنی ناشناس باشه، شناخته نشوه، یعنی کسی نشناسه، نامعلوم باشه، او وقت شما از زمان مجهول استفاده میگیرین. چرا از زمان مجهول استفاده میگیرین؟ به طور مثال میگین که گیم بازی شد، نه گیم is played، گفتیم گیم بازی شد، اصل جمله ای بود they play game، آنها گیم بازی میکنن. حالا چی میگیم؟ گیم is played، گیم بازی شد. وقتی که فاعل جمله معلوم نباشه، شما نفهمین که همین گیم را کی بازی کرده، مجبور هستین از زمان مجهول استفاده بکنین. باز مین چی میگین؟ گیم is played، گیم بازی شد. این دیگه ش نمیگن. چرا نمیگن؟ یک چیز براتون بگم دوستا که در زمان مجهول اصلا مهم نیست که شما فایلش از ذکر بکنین یا نکنین، یعنی تا به اینجا گیم اس پلیت، گیم بازی شد، بعد از کلمه بای ای آپشنال هست، دلخواه هست، یعنی دل دم که ذکر میکنین یا نمیکنین. پس اصل فوکسی بیشتر در زمان مجهول روی انجام عمل است که میگه گیم بازی شده، فایلش مهم نیست. پس وقتی شما فایل نشناسین مجبور هستین بگین که گیم اس پلیت، گیم بازی شد، نمیگین بای کی، توسط کی، نمیگین. و موضوع دوم، فایده دومش، وقتی که فاعل بخواین خودتان فاعل پنهان بکنین، با قصد میخواین فاعل پنهان بکنین. به طور مثال شما میدونین که یکی از دوستایتان یا احمد یا محمود یک کار را میکنه، به طور مثال یک گلاس را میده میکنه. حالا شما نمیخواین بگین که گلاس احمد میده کرد، فقط میگین که the glass is broken، گلاس میده شد، بس. نمیگین با یکی دوستگی، چون خودتان میخواین که فاعل پنهان بکنین، پس نیاز دارین از زمان مجهول استفاده میکنین. و دلیل سوم ای که وقتی شما از فاعل بترسین، به طور مثال یک کسی باشه که ظالم باشه یا زورآور باشه و او یک گناه را میکنه، بالاخره یک گلاس میده کرده یا یک خرابی دیگه کرده و هیچ کس جرئت نمیکنه بگه که این کار کی کرده، پس به او خاطر میگن که گلاس میده شده یا اینی خانه ویران شده یا فلانی را مثلا خانش سرقت زده شده، اما معلوم نیست که کی کار کرده. چون شما میترسین از فاعل نمیگین، به او خاطر شما از زمان مجهول استفاده میگین. و دلیل بعدی دوستای عزیز که چرا ما از زمان مجهول استفاده میگیریم، وقتی که فاعل خیلی مشهور باشه، نیازی به ذکرش نباشه، مثلا الله متعال که انسان ها را آفریده، پس شما نیاز نیست که بگوین انسان ها را کی آفریده، چون خیلی یک چیزی مشهور شده و معلوم هست، پس نیاز نیست که شما نامش بگیرین، اتومات همه میدانن. به او اساس وقتی که فاعل خیلی مشهور باشه هم نیاز به ذکرش نیست و شما از زمانهای مجهول استفاده میگیرین. و دلیل آخری، وقتی که فاعل مهم نباشه، وقتی فاعل مهم نباشه، اصلا ذکرش مهم نباشه، در او حالت هم شما میتونین از زمانهای مجهول استفاده بکنین. و این آخرین دلیل بود که به خاطر استفاده کردن از زمانهای مجهول ما شما گفتیم. و یک نکته دیگه دوستای عزیز که وقتی ما گفتیم در قوانین تبدیل گفتیم فعل شما باید چی باشه؟ ترانزیتیو، یعنی فعلی متعدی باشه که به مفعول نیاز داشته باشه. چرا اگه بذاریم بعضی جملات بر شما میدن که مفعول نداره، به طور مثال میگه I go to school، ما مکتب میرم، I فاعل، go رفتن فعل، school میشه ترا میگه که school مثلا چی است؟ مفعول است، اما school در اصل مفعول نیست. چرا؟ school کامپلمنت است، تکمیل کننده. هر تکمیل کننده نمیتونه مفعول باشه، به او خاطر فعل شما باید فعل ترانزیتیو یعنی فعل متعدی باشه تا اینکه نیازی به مفعول داشته باشه. جمله‌ای که مفعول نداشت دوستای عزیز، او جمله به مجهول تبدیل نمیشه. به خاطر چی نمیشه؟ اگر مفعول نداشت، خود تو اولین قانون خواندیم که bring the object، مفعول را در اول جمله بیارین. وقتی جمله مفعول نداره چی را در اول جمله میارین؟ پس امکان نداره چنج شوه. این بود دوستای عزیز ویدیو امروزی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.